این تجلیل یک جشن ملی نجات ملت است. اینها قوم دونگانند که با نام هویی هم شناخته می شوند. دونگان ها از نگاه اتنیکی مسلمان هستند که به آسیای میانه از چین آمدند. سال 2018 آنها 140مین سالگرد آمدن خود را به دهه سارتاب قزاقستان با موسیقی و رقص جشن گرفتند. از روی پیکره حاکمی قزاق پرده‌برداری شد که به آنها در زمستان قهرتون سال 1878 حق اقامت داده بود. بسیاری از مردم فوتیدند. 3314 نفر زنده ماند. قزاق و قرغیزها اولین شده دست دوستی دراز کردند. آنها با اجدادان ما نان و نمک دادند. مردم ما زنده ماندند و امروز کمک برادرانمان را فراموش نمی‌کنیم. پس از 2 سال در اینجا روحیه دیگر حکم فرماست. این ویرانه ها در نزدیکی دهه مسنچه حدود 5 کیلومتر پایین راه است. در نزاع 7 فوریه میان قزاق ها و دونگان ها 10 نفر کشته شدند. مقامات میگویند حادثه احتمالاً در پی نافهمی در راه رخ داده است و نوارهای در شبکه ها نشر شده خشم ساکنان را آوردند. هزارها دونگان به قرغیزستان و همسایه گریختند. باری نخست بود که ما چنین حالتی را تجربه می‌کردیم. ما در اینجا نسل به نسل زندگی داریم و این گونه حادثه هیچگاه نبود. این غیر قابل توضیح است. نمی‌فهمم. دونگان ها میانه های سالهای 1862 و 1877 بعد از شورش ناموفق علیه امپراتوری چین گریختند. صدها هزار تیغ زد و خوردها، قتل عام و قحطی در غرب چین فوتیدند و یا به دیگر منطقه امپریای چین به درگاه شدند. برخی از آنها به روسیه پادشاهی فرار کردند که الان قلمرو قرغیزستان و قزاقستان امروزه می باشد. مثل قزاق و قرغیزها اکثر آنها مسلمان سنی مذهبند. زمان شوروی این جمعیت در اجرای مراسم‌های دینیشان محدودیت داشتند. آن زمان در دهه ما یگان مسجدی رسمی نبود. عبادتگاه وجود داشت که به آن اساساً پیرانسالان می آمدند. آنها عمل خود را پنهان می داشتند. در قلمرو سابق شوروی تخمیناً 120,000 نماینده قوم دونگان به سر میبرند که اساساً در دو جانب مرز قرغیزستان و قزاقستانند. از دیگران دونگان ها با غذاهای بیشتر چینی و زبانشان فرق میکنند. دونگان ها با یکی از لهجه های ماندارینی حرف میزنند. در آن اصطلاح عربی، فارسی و ترکی زیاد مشاهده می شود. خصوصا جوانان کوشش میکنند که قزاقی صحبت کنند. ما در خانه به زبان دونگانی و در جای کار اساسا به روسی حرف میزنیم. رقص دونگانی به رقص‌های چینی شباهت زیاد دارد. آنها با جماعت‌های دیگر زیاد آمیزش نمی‌یابند و بیشتر با عائله‌های بزرگشان معروفند. سال 2018 آنها سالگرد حفظ هویت خود را تجلیل کردند. سال 2020 هم لباس ویژه آنها مهم خواهد بود، مثل هزاران دونگان‌هایی که از قزاقستان فرار کرده در این سوی مرز پناه یافتند.